درود بر شما همراهان ارجمند. دانستن خوب است. آیا میدانید که اولین دین دنیا، اولین دین بشری کدام دین است؟ دین زردشتی. خواهش میکنم حالا جنابان فنتا توف برای ریش نپرانید، طهارت نشکنید از غضب، گوش کنید. و گفتی پیرتان داملا عبدالرحیم با حجت و دلیل گردانید. بعد دین اسلام 1400 ساله، دین مسیحی 2000 ساله، 2022 ساله. خب دین موسوی خیلی 3-3.5 ساله. دین زردشتی حدودی 5-6 هزار ساله. همه این دین های توحیدی هستند، دین هایی که خداوندی آسمان را، خداوندی که به چشم نمیبینیمش، به یگانگی اعتراف دارن، به یگانگی میپسندن، به یگانگی به عقل و جان و دل درکش میکنن. پس اولین دینی که یک خدایی را تبلیغ کرده است کدام دین بود؟ دینی زردشتی. و اولین پیامبری که شاعر بود و متفکر بود و البته با الهام اهورامزدا که شما اللهش میگوید. و اولین پیامبر محض زردشت بود. اولین پیامبر آریایی، اولین پیامبر دین یک خدایی. آیا شما میدونید که اولین بار معراج، یعنی معراج عروج کردن است؟ مثلا در اسلام خودمان میگویم عروج کردن یعنی به نزد خداوند رفتن. مثلا از قدس حضرت محمد از مسجد از اقصا از قدس چیکار کرد؟ نزد خدا رفت. این چی بود؟ معراج. همه معراج ما و شما گمان میکنیم که اولین بار حضرت محمد پیغمبر ما انجام داده است. نه، اولین بار معراج رو زردشت انجام داده است. وقتی که فرشته بهمن، همانی که مسلمان ها، ما مسلمان ها اکنون جبرائیلش میگویم، بهمن به نزد زردشت می آید و میگوید که خداوند شما رو پیامبر پذیرفت و روحاً با زبان آدمی سخن میگوید، با جسم آدمی پدیدار می شود و زردشت را میبرد به نزد خداوند یکتا. شما گمان میکنید که سر پل صراط اولین بار در اسلام آمده است؟ نه، اولین بار از سر پل صراط زردشت میگذرد. نامش چیتوان پل. اوستا خوانید، این دین کرد خوانید، دبیرستانی مذاهب خوانید و آثاری مزنه اثر خوانید، بعد میفهمید. چون نخوانید معنی ندارد با شما بحث کردن. از سر پل صراط میگذرد که در زردشتیت چیتوان پلش میگفتن. به نزد اهورامزدا میرود و زردشت با اهورامزدا، یعنی با خدای یگانه و قبل شما الله صحبت میکند و از خداوند بعدی البته پذیرایی درخواست میکند که آغاز انجام دنیا رو نشان بده به من. آغازش انجام میدهد، نمایش میدهد و انجامش، در انجامش اهریمن شیطانی که شما میگوید در درون دوزخ حلاسک زده ایستاده است. میگوید که انجام دنیا همین است. خوب، از بدونک از دوزخ و بیش به زردشت تعلیم میدهد و معجزهش میدهد. معجزهش ما و شما البته میدونیم که معجزه اگر محمد پیامبر ما قرآن باشد، معجزه از زردشت این همین اوستا است. اوستاش میتید در دستش، یعنی که یگام از آسمان یگام ورق آمدگی نیست، کلام آسمانی است، کتاب آسمانی نیست. الهامش میدهد و اوستاش میآموزند در عالم علوی و با الهام انا همین اوستا رو شروع میکند. 33 سرود گات مینویسد. گات های اوستا هستین. از 33 سرود عبارت است که همین سوره الحمد یا الحن قرآن اولین گات اوستاست. میپرستم تو رو، تنها تو رو، همین شروع میشود. انا اکنون زردشت
از اوستا زردشت از اهورامزدا میپرسد که چرا قبله انتخاب کنند. میگه آتش را. چرا؟ آتش فروزان شده و یگانگی خدا را نشان میدهد. آتش گرمی میدهد، آتش روشنایی میدهد. هر کجای آتش بگذار و قبله کن. یعنی قبله هم که ما حالا دعوا داریم که نخست از ماست، همین هم از زردشت و از زردشتی است. و برای چی بعضی مثلا عمر فاروق گونه ها مثلا زردشتی ها رو آتش پرست میگن، با همین اندیشه من میتوانم شما رو سنگ پرست بگم، چون که کعبه سنگ است، خانه خدا سنگ برات است. اون کعبه مسلمان هاست، این آتش کعبه زردشتی ها. برای همین این تن بمعنی. خب اکنون اولین ما 5 وقت نماز رو در روی دنیا جاری میکند زردشت. 5 وقت نماز رو و اولین بار همین روی مالی گرد جلک میبندیم برادران ارجمندی فناتیک. این هم اولین بار زردشت بسته است. در آیین زردشتی، در سنت ها و مراسم های زردشتی کشتی بندی است. یعنی بنده که دور میان میبندی. همون جنگ 72 ملت همه رو عضو بیده بینه چون ندیدن حقیقت در افسانه زدن. همین کمربندی از رشته تهیه شده زردشتی که در 14 سالگی در میانی جوانی به بلاغت رسیده زردشتی میبندد، همین رومالک میانی شماست. از 72 نخ عبارت بود و از 3 حلقه پیندار نیک، کریدار نیک، رفتار نیک. خب اکنون 99 نام خدا هم که ما و شما حالا اسماء الحسنا میگن در اسلام از زردشت گرفته شده است. خداوند پاک، خداوند یکتا، خداوند بینا، خداوند گویا، همین که میرود سر. همین اسماء الحسنا هم پور از زردشتی کپی شده است بقولی. اکنون میرویم اولین دینی دولتی در دنیا باز هم دینی زردشتی است. گوش داشت توجه کنید که زردشت همشهری ماست. بلخ، باختر. حالا ما در بلخ باختری قدیمی قرار داریم و گات ها با لهجه بابایان ما نوشته شده است. قسمت دیمی اوستا اگر متعلق به ایران غربی باشد، قسمت اولی و اساسی اوستا این گات ها 33 سرودی به الهام آمده بعد واخوری با خداوند نوشته زردشت به زبان شعر است. یعنی اگر قرآن به زبان شعر نوشته شده است، این هم بار اول نیست. اولین مرتبه کتاب آسمانی با شعر در وزن هجایی اوستا نوشته شده است. اینش هم یعنی دزدیست به قلبی. دوزخ و بهشت اولین بار کلمه واژه‌اش از زردشت و اوستا است. شما میگین که برادران فناتیک و البته همه ما مسلمان ها در مورد برزخ اعراف میگن، در اعراف ما اولین بار زردشت از سر پول صراط چتوند پول میگذرد و میبیند که نه گناهشان با ثوابشان برابر است و اونها در برزخ نشستند و از اهورامزدا میگیم برزخ است. خب ببینید اکنون و با همین یک مرتبه دیگر به عمر فاروق بعد مولا عبدالرحیم تاکید میکنم که کتاب خوانید، با وجه با توف بالای ریش پراندن، با کافر گفتن، با کثافت گفتن، با حرام گفتن نمیشود. چراغی که ازید برفروزد هر کس پوف کند ریشش بسوزد. چرا شما باور دارید که یهودی 124,000 پیغمبر دارد و حضرت محمد هم 50% از اونجوری؟ برای چی باید تاجیک آریایی پیغمبر نداشته باشد؟ زردشت پیغمبر است، مزدک پیغمبر است، مانی پیغمبر است، اردبیروس پیغمبر است. و چرا نمیخواهید که بدونید یا که نمیخواهید اعتراف کنید که از ملت ما که نافی تمدنی بشری است، در برابر 5 ملت دنیا تمدن را آفریدن، ما عرب جاهل نبودیم؟ چرا گمان میکنید که خداوند ما را انکار کرده باشد، از ما پیغمبر نرویانده باشد؟ چرا؟ یا به قول یک دوستی ما بچه جیره. من حیران شما کتاب خوانید،